توی این ویدیو قرار با هم بررسی کنیم که ترخیص یک کانتینر چقدر زمان میبره و به چه صورت هست. سلام، من پدرام هستم. خیلی خوش اومدید به پیج و کانال من. چند روز پیش نظرتون رو پرسیدم در رابطه با اینکه وقتی یک کانتینر به گمرک وارد میشه تا زمانی که از در و خروج گمرک خارج میشه چقدر زمان میبره. همونطور که بعضی دوستان به درستی اشاره کردن، چند مورد در مدت زمان ترخیص کالا نقش اساسی داره. اولین مورد حجم و نوع کالاست. دومین مورد آماده بودن مدارک. سومین مورد بخشنامه‌های لحظه‌ای گمرک و چهارمی که یکی از دغدغه‌های جدید ماست و جدیداً به لیست اضافه شده، بحث قطعی و مشکلات سامان است. به صورت میانگین و در روال عادی حدود 10 روز زمان میبره از زمانی که یکی از این کانتینرها به گمرک اظهار میشن و از در و خروج گمرک خارج میشن. البته این نکته هم اضافه کنم که این پروسه که خدمتتون عرض کردم برای یک کالای پرچالش مثل پارچه تیم ما در عرض 3 روز انجام میده که در نوع خودش واقعا کم نظیره. خب دوستای گلم، اینم از ویدیو امروز. امیدوارم لذت برده باشین. حتما نظراتتون رو برام کامنت کنید و بهم بگین که چه عامل‌های دیگه‌ای توی ترخیص کالا تاثیر میذاره. تا ویدیو بعدی، بدرود.